علامات بزرگ قیامت پشت سر هم میاد. یکیش مسیح دجاله، شر محض، بزرگترین شری است که دنیا و مردم دنیا رو تهدید میکنه. یکیش یعجوج و معجوجه. یکی دابة الارض، یک حیوان بزرگی از کوه صفا در میاد و همه مردم رو میلیسه، کسی نمیتونه اونو بکشه و با همه مردم تماس میگیره. تو پیشانیش نوشته میشه کافر یا مسلمان. سبحان الله. حیوان عظیم الجثی از کوه صفا در میاد، سر یه سفره نشستن، تو پیشانی پدر نوشته کافر، تو پیشانی مادر نوشته مؤمن مسلمان. دختر و پسر و عروس و داماد و نوه و همه سر سفره نشستن، تو پیشانیشون حک میشه، چون در توبه دیگه بسته شده. قیامت دنیا داره جمع میشه، قیامت داره برپا میشه. و یکی از علامات بزرگ این که خورشید دیگه از مغرب طلوع بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید میکنه دجاله. زنده هست. یعجوج و معجوج زنده هستن، اما کجا هستن؟ در چین هستن. در کجا هستن؟ ذوالقرنین سدی رو بنا کرده، هر روز یه شکافی تو سد ایجاد کردن و نزدیکی که چه؟ حتی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از علامات قیامت بوده. 1400 سال پیش، 400 خورده سال پیش پیامبر که مبعوث شد، خود پیامبر جز علامات نزدیک شدن قیامته. ولی الان 1000 خورده سال گذشته. میگه اگر اون روزی که دجال مطرح میشه میاد بیرون و کل دنیا میره، با همه مردم صحبت میکنه، 40 روز در دنیا میمونه، سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه، با همه مردم تماس میگیره، میگه من خدام، قدرت نمایی میکنه، به زمین میگه هرچی درخت داری بوته داری برویان، به آسمان میگه ببار میباره، آدم میکشه از وسط دونس میکنه، دوباره زنده میکنه. فتنه است، تو یک دستش بهشت، تو یک دستش جهنمه. ولی اون دروغگوست یک چشم بیشتر نداره، یک چشم دیگهش گوشته. مسیح دجال تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن، اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن. بر کوه بلندی خیمه میزنه در اطراف مدینه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیای بیرون پیش من، طرفداران من بیاید پیش من. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمانی غیر از زمان من ظهور کرد، این اوصافشه، فریبش نکنید. بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه‌داران و زنها. در روایات وارد شده که از خراسان ایران یا از اصفهان خارج میشه. وقتی از اصفهان خارج میشه 70,000 یهود اصفهان همراهشن. بزرگترین فتنه از شرقه، پیامبر اشاره کرد، و این دجاله. پیغمبری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین میاد عیسی مسیحه. یک بار دیگه خداوند بهش اجازه میده بیاد روی زمین و اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شهاده به اسلام میده. دومین کار در ملأ عام صلیب و خرد میکنه. اون موقع دیگه اینترنت رو به اوج میرسه، سرعت اینترنت به اوج میرسه، سرعت ارتباطات به اوج میرسه. حالا تو تصور بکن شاید چند هزار سال دیگه، چند میلیون سال دیگه چی میشه؟ سرعت دجال الان تعجب میکنید. یک زمانی با قافله از مکه تا بیت المقدس شاید 40 روز بوده با قافله شتر، ولی الان با 2 ساعت میرن با پرواز. یه روزی میرسه که شاید با نیم ساعت برن. یکی از علامات نزدیک شدن قیامت سرعت زمانه. زمان سرعت پیدا میکنه، خیلی سرعت پیدا میکنه. چطوری دجال با همه مردم صحبت میکنه؟ فضای مجازی.
دجال بزرگ آخر الزمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح، در محلی به اسم باب لد در فلسطین. وقتی گفتیم شام 4 کشوره: فلسطین، اردن، سوریه و لبنان. این 4 کشور بهش میگن شام. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده که در آخر الزمان وقتی که قیامت نزدیک میشه 2 گروه فقط میمونن، آشکار میشن. یکی خیر محض، مسلمان واقعی و مؤمن خالص ناب که پیرو از قرآن و سنته، و گروه دوم شر محض در قالب یهود. دیگه باقی همه از بین میرن. این 2 گروه میمونن و مبارزه باقی اونجا شکل میگیره.